آقای رئیسی، شما به عنوان کسی که اخبار بلوچستان رو در واقع و خبرنگار هستید و در کانال رسانک اخبار بلوچستان رو دنبال میکنید، خبرهایی که در 2-3 روز گذشته از بلوچستان اومد این بود که دولت به صورت گسترده از ریش سفیدها، از مولویها و گروههای مختلف برای آرام کردن مردم که از اعتراض دست بکشن استفاده کرده. دوست داریم از زبان شما بشنویم که آخرین تحولات در این جریان، البته علاوه بر در واقع حمله‌ای که جیش العدل ساعاتی قبل به خودروهای سپاه پاسداران داشت که ما در زمینش صحبت کردیم، علاوه بر این آخرین اخبار از تعداد دستگیر شدگان، تعداد کشته ها و همچنین در واقع پادرمیانی هایی که داره صورت میگیره چی هست؟ آقای رئیسی ظاهرا صدای شما بسته هست، میوت هست، اگر صداتون رو باز بکنید ممنون میشم. بله آقای رئیسی، صدای من دارین؟ بفرمایید آقای رئیسی، بفرمایید. بله، عرض کنم خدمت شما که خب سپاه پاسداران در واقع همیشه این به نحوی همیشه سعی کرده که از این جور اتفاقات به نفع خودش تا جایی که تونسته بهره ببره. مثلا اون نقش سران طوایف، معتمدین، ریش سفیدایی که هستن در بلوچستان رو به خوبی میشناسه، به خوبی میدونه که چه نقش پررنگی میتونن داشته باشن. ولی در اعتراضات اخیر هم بعد از کشتن شهروندان در کورین، اینا محمد کرمی و فرمانده قرارگاه جنوب شرق سپاه پاسداران اومد با بسیاری از فرماندهان اومدن اونجا. ولی مسئله‌ای که هست، مسئله‌ای که مشخصه اینه که اینها در واقع به طور عامیانه اگه بگیم اشک تمساح ریختند میشه گفت، ولی مسئله‌ای که هست اینه که در واقع اینها اومدن برای تبلیغ اون طرح‌هایی که ما در واقع سپاه داره اجرا میکنه، نه اینکه برای مثلا دلجویی بیاد و برای اینکه خب دنبال قاتل بره، دنبال کسی که مرتکب این جنایت شده، افرادی که به صورت کاملا مسالمت آمیز اعتراض کردن و جنایتی که اونجا در کورین اتفاق افتاد به سمت مردم معترض تیراندازی شد و نیومدن که اینها رو بیان در واقع مطرح کنن و به دنبال اون خاطی برن. در تایید سخنان جناب نیازی هم عرض کنم که در واقع یک مسئولیت نانوشته ای افرادی که همیشه این اتفاقات در بلوچستان اتفاق افتاده، یعنی تیراندازی مستقیم، استفاده بی‌ضابطه از سلاح و عدم رعایت قوانین به کارگیری سلاح، در واقع همیشه اتفاق افتاده. ولی همیشه خاطیان در واقع از همون مسئولیت نانوشته‌ای که برخوردار بودند از اینکه محاکمه بشن، به دادگاه عادلانه سپرده بشن، مسئول بودند و هیچ وقت هیچ خاطی، هیچ کسی، هیچ نظامی که به سمت یک شهروند بلوچ تیراندازی کرده محاکمه نشده. و این برمیگرده به همون نگاه از بالا به پایینی که مثلا خود حتی قضات، کسایی که اومدن و قرار بوده که عدالت رو اونجا اجرا کنند، یک نگاه از بالا به پایینی دارن از اینکه بلوچ غیر خودیه، بلوچ شهروند نیست، شهرونده اگر هست درجه چندم هست و از این دست تفکراتی که از همون بالا در واقع سرچشمه میگیره و این باعث شده که هیچ وقت اون خاطیان
به عدالت، دست عدالت سپرده نشن.